همه چیز از اواخر یک شب معمولی شروع شد، درست موقع برگشتن از یک مهمانی تولد. خسته بودیم و فکر می‌کردیم یک مسیر میانبر از وسط پارک ما رو زودتر به مقصد میرسونه، اما وسط اون تاریکی اتفاقی افتاد که هنوز باورش برامون سخته. یک درخت شاخه‌ای که بدون باد تکون میخورد و ناگهان حمله‌ای که همه چیز رو تغییر داد. همه اتفاقا یه شب عادی داشتیم با یه دوستمون میرفتیم که تولد دوستمون بود. رفتیم کافه، همه چی مثل یه روز عادی، خوشحال و خندان. دوستمون بردیم خونه‌ش رو رسوندیم که از همین راه میریم. آره. این رسید خونه شد و ما دوتا تنهایی اومدیم برگردیم. ساعت چند بود؟ چون که بچه همه سر کار میرفتن، بعد تازه ساعت 1 شب میرفتیم بیرون دیگه. رفتیم و نشستیم با بچه ها. ساعت دیر وقت شد 3:30 داشتیم ما همین این مسیری که برمیگشتیم، دقیقا همین درختی که الان پشت سر ما براتون فیلماشو میگیرم میذارم رو به رو مونه درخت پشت سر شماست. آره دقیقا این درخته یه دونه از هیچ بادی نمی اومد، هیچ اتفاقی نیفتاده بود، همه جا اصلا یه ذره بادم نبود. یکی از شاخه های این درخته مثل برخورد کنه یه دونه ماشین قشنگ اینجوری تکون میخوره که حالا ویدیو اونا ما گرفتیم یه شب دیگه، الان تکون نمیخوره، ولی یه شب دیگه هم که اومده بودیم باز تکون میخوره دیگه. من اینو دیدم، به دوستم نشون دادم، گفتم تو هم این صحنه رو داری میبینی؟ گفتش که آره من قبل از تو دیدم. من حدودا یه 10-20 ثانیه قبل از تو اون برنامه دیدم، ولی خواستم که تو توجه جلب نشه، اصلا به رو خودم نیاوردم، کلا رد شدم، ولی تو چشمت افتاد یهو بهش. من خیلی دیدمش، اصلا فهمیدم یه چیز عجیبیه که مثلا چیز طبیعی نیست. گفتم که این نمیتونه یه چیز طبیعی باشه. خیلی وحشتناک واقعا. آره یعنی واقعا وحشتناک‌ترین چیز بود. یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی بودش که تا حالا دیده بودم. آره یکی از وحشتناک‌ترین صحنه‌های عمرم بود دیگه. ما همونجوری گفتیم که خب بهش نگاه نکنیم و بریم ازش، حالا یا باده یا هر چی بریم ازش بگذریم. آقا از این رفتیم جلوتر، دیدیم که من کنجکاویم بود که گفتم بذار برگردم ببینم از پشت سرمونم که هنوز مثلا ازش رد شدیم بازم تکون میخوره. دیدم که آره داره تکون میخوره. همون لحظه یعنی 1 ثانیه هم فکر نمی‌کنم شد، یه دفعه یک چیزی، یعنی اصلا هیچ چیزی من ندیدم، ولی یکی انگار گلوی منو گرفت، من افتادم روی زمین، دست و پا زدن که دارم اصلا نفس نمیتونستم. من فکر کنم داری شوخی میکنی. اولش فکر شوخیه، فقط با دست اشاره میکنم آقا بزن پشت گردن من که بتونم نفس بکشم. این فکر کنیم 1 دقیقه من که آره من وقتی که دیدم صورتت کامل سیاه شده، نفس نمیتونی بکشی، متوجه شدم که نه واقعیه. و اینکه آخرش دیگه از اون میخواست بگی. بعد جالبش اینجاست که اذان صبح اینجا شهری که ما زندگی میکنیم و ساعت 3 خورده صبح معمولا میگه، چون سنی هم هستن، ولی خیلی جالب بود. همون اون شب 1 ساعت بعد اذان بود، یعنی ساعت 4:30 صبح اذان بود. حالا نکته جالبش اینه که من واقعا داشتم خفه میشدم، یعنی واقعا اگه 10 ثانیه بیشتر تو اون حالت بودم فکر کنم الان مرده بودم. این اتفاق که افتاد تا اذان گفته شد، یعنی صدای اذان به گوش ما رسید، این موجود یا این اتفاقی برای ما افتاده منو رها کرد و این قشنگ هم یعنی شد با همزمان با این که اذان گفته شد. این واقعا بیشتر منو ترسوند و به نظر چیز عجیبی که این اتفاق افتاد. حالا خیلی الان کنجکاویم که بیایم اینجا رو براتون یه ذره کندوکاو کنیم، بریم درخت رو ببینیم چی بوده. آره ولی ویدیوشو میذاریم که چطور نظر من اینه که مقسم خودمون بودیم. ما مدتی عادت کرده بودیم این مسیر رو میرفتیم و میومدیم، یه جورایی پاسخمون شده بود هر شب دیر وقت ساعت 2 بعد بالاتر یه پارک وجود داره اونجا. از الان اگر که مشخص باشه بچه‌ها داخلش دارن بازی می‌کنن، الان شروع نمیشه. یه پارک وجود داره، ما میرفتیم با هم الاپلنگ بازی می‌کردیم، تاپ بازی و سرسره بازی و توی چیز بچه‌ها.
خیلی صدا میدادیم، خیلی سر صدا می‌خندیدیم داشتیم. بالا. من حس میکنم که این یه هشدار بود از طرفشون که یعنی دارید ما رو راحت چیز چون که میکنید. اینم بگیم تو ویدیومون هم هستش که پایین تر اینجا یه جایی یادبود شهداه که حتی قبر میگن شهدا، قبر شهدایی که تو اینجا یه بوده. 5 متر پایین‌تر، یعنی 5 من متر اینا نمیشه. رو اگه بخوایم به هم ربطش بدیم میشه یه اینجوری هم چیز کردش که یه چیزی بوده از طرف اونا. حالا دقیق نمیدونیم ولی امشب یه کندوکاو میکنیم با هم دیگه، مسیر رو یه بار با هم میریم میایم، اتفاقات کنار هم میذاریم، نظرات رو شما بگید که چی بوده. این لوکیشن شهر ما اینجایی که الان هستیم یه رودخونه داره، داخل ویدیو آره. بهتون نشون میدیم. یه رودخونه حالت دره مانند ولی زیاد عمیق نیست، داره که رد بشه به دریا وصل میشه و پر از درخت و گل و گیاه و ایناست. یه پارک خیلی ساکت و آرومیه، مخصوصا شبا که دیگه خیلی خلوت میشه. ما چند شب پیش اومدیم برای شما ویدیو بگیریم از همین شاخه درختی که تکون می‌خورد، تونستیم ویدیو ضبط کنیم ازش، اما همون لحظه یه چیز جالب دیگه که نظرمون رو خیلی به شدت جلب کرد، اینجا داخل این رودخونه که الان وجود داره پر قورباغه است. یعنی اینقدر قورباغه صدا نشد تو ویدیو مشخص باشه، حالا داخل ویدیو بهتون نشون میدیم. یک لحظه من و بهنام که داشتیم کنار رودخونه بالاتر توی مسیر پیاده روی راه میرفتیم، یه صدای خیلی عجیب که اصلا نمیتونم توصیفش کنم بعد چجوری بود، میخواد دعوا کنه، عصبی میشه، یه صدای عجیب از خودش در میاره حالش. یه چیزی تو این مایه بود. آره یه چیزی با یه لحن خیلی وحشیانه تر. ترسناک بود. آره همون لحظه تمام قورباغه‌های ساکت شدن، رودخونه ساکت شدن. یعنی یه شوک دیگه به من و بهنام وارد شد، سریع لوکیشن رو ترک کرد. آره امشب میریم همه این جاها رو با هم دیگه نشون میدیم و این درختی هم که پشت سرمونه رو با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم. و یکی از کنجکاویای من این بودش که امشب حتما بیایم اینجا ببینیم باز اون درخت تکون میخوره یا یه چیزی که اون ساعت ها فقط هست. میدونی؟ آخه من فکر میکنم یه هشدار از طرف اونا بود که شما خیلی دارید ما رو راحت چیز ببین میکنید. اون شب که واقعا ما ترسیدیم، ولی یه شب بعدش هم اومدیم باز دیدیم که این داره برگه اون وسط تکون میخوره، ولی الان هیچ نشونه ای از اون نیست. این بیشتر یه ذره منو ترسید. اگه الانم بود میگفتیم شاید یه چیزیه که حالا به برگه به شاخه یه چیزی چسبیده. این بیشتر من ترسید. هیچی بهش وصل نبود. خیلی وحشتناک بود اون شب، واقعا خیلی سخت امشب همش بود. و اینم بگم که صدای از اون به شدت زشت بود. آره. یعنی مؤذن طرفی که از اون میگفت یه صدای زشتی داشت که اون لحظه بهنام در حال خفه شدن بود، همزمان حالت تهوع هم گرفته بود چون نمیتونست نفس بکشه، حق میزد همزمان با صدای از اون. منم همزمان من به صدای اوق زدن، هر کس تو زندگیش به یه صدایی آلرژی داره، مثل این میمونه که بعضی صدا رو میشنوی حالت بد میشه. من به صدای اوق زدن آدما وقتی که اوق میزنه من ناخودآگاه اوق میزنم، اصلا دست خودم به دوستانم میگفتن نه تو فیلم بازی میکنی دروغ میگی فلان و اینا، یا شوخی میکنم. آره ولی اون شب در حین فرار کردن و گردن من خودشم آخه تو من میزدم تو کمر تو که تو حالت بهتر بشه، نفس نمیتونستی بگیری، کبود شده بودی، بعد تو اوق میزدی، منم دست خودم نبود دیگه کنار تو اوق میزدم. بعد فرداش به من پیام داده بود که زنگ زده میگفت که واقعا دیگه گفتم که این بیچاره دیگه توی این موقعیت دیگه نمیاد فیلم بازی کنه. خیلی صحنه قشنگی بود. بریم سعی میکنیم دور چیزو درخت به صورت سلفی نشون بدیم این شکلی. آره ببینیم چیزی بهش وصل هست، چیزی یا واقعا چی بود. خیلی درخت بزرگی هم هست، من الان اون رو بهت نشون میدم تا بعدا دقیق تر ببینیمش. درخت ببینید چقدر بزرگی، به این دقیقا یه جایی همین جاها بود. با هم دیگه بریم ببینیم چه خبره. ولی به نظرم این بود. بیا این پشتا رو ببینیم که ببین فقط، ولی این یه شاخ جواد اینجا بریدن. آره میبینی؟ اینو بریدن. ببینم بیا بریم کنار زیر این درخت ببینیم ساعت 1 شبه. یعنی یه چیزی بوده که همین بوده، میگم نیستش. اون رو بریدن درسته؟ آره اون شاخه نیست، من گفتم شاید حالا داخل فیلمو مشخصه. فیلمشو داریم از وقتی که تکون میخورد. من از این درخت خوبی نمیگیرم. آره
سنگینه جدشه. درخت این بود و واقعا هم همین الان بهتون بگیم که خیلی حس سنگینی داره اینجا. درست میگم؟ یه جوری عجیب غریبه. الان خیلی کمتر شده. خیلی سرعتش کم شد. دیشب دیدی چه جوری تکونش میداد؟ ببین اصلا باد نیست که بگیم مثلا باد الان ببین یه ذره ببین اون اصلا با بقیه متفاوت بود. چرا؟ میخوای برم نزدیک من؟ بذار من برم نزدیک. نه اب نداره. نرو جواد. بیا ببین خیلی وحشتناک. بیا خیلی تا میبره فیلم نکنه داریم از مردم فیلم میبین دخترها اینجا نشستن ولی اینجا برگم چنان میبینی الان برگای دیگه هم میبینی تکون میخورن. با دیشب که ما اینجا بودیم ساعت 4:30 فقط اون برگ وسطی اون شاخه وسطی تکون میخورد. نظر چیه؟ نظری ندارم بیا برگردیم این مسیر رو.